سلام دوستای گلم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. شاید با خودتون بگید که معصومه چرا امروز قیافش انقدر به هم ریخته است، چون که قرار با هم بریم استخر. به خاطر همین من خیلی کم رژگونه زدم فقط و میکاپی نکردم. پس برو بریم. خب اولین کاری که میکنم اینه که موهامو میبافم، به خاطر اینکه خب وقتی مو خیس میشه خیلی اذیت کننده میشه. خیلی هم ساده میبافم، یعنی اینکه 3 قسمت تقسیم میکنم موهامو و اینکه میبافم دیگه، لایه لایه میذارم رو هم موهامو. این استایلم و این هم کوله معروفم. همه میگن که معصومه کولش از خودش بزرگتره. بریم. دیره. آسانسورمون یه خود آینش کثیفه. امیدوارم که هیچ کس تو استخر نباشه که من بتونم واسه تو ویدیو بگیرم. البته که مایوم اسلامی نیست، ولی خب بریم. بعد از 2 ساعت اومدم که برم بالا برم خونه. وضعیت موهام خودم هم که اینم از استخر امروزمون. من که کلی انرژی گرفتم با اینکه خسته شدم چون تمرین امروزم خیلی سخت بود، ولی کلی انرژی گرفتم و حسم خوبه الان. ذهنم خالیه، اصلا حس فوق‌العاده‌ای دارم. بعد اینکه شما هم توی کامنت ها بگید که چه کاری انجام میدید که باعث میشه ذهنتون خالی شه. دوست دارم بیشتر با هم آشنا شیم. منم آماده شدم دیگه، کلی کار دارم امروز، باید به کارهای دیگه برسم. فعلا خدافظ.